دوستان سلام، کوچیک همتونم، همون یک چوپان بینام. گوش کن داداش، نه اومدم تبلیغات کنم براتون، نه اومدم ننه من غریبم بازی در کنم براتون. فقط اومدم بهتون بگم داداش شغل اصلی من جوشکاریه. خواستم بگم از وقتی که طوفان به دنیا آمده شرایط من به عنوان یک پدر فرق کرده. دیگه الان فقط دغدغه خورد و خوراک و اجاره خانه و قسط بانک نیست، باید اندکی آینده نگری واسه این پسرم داشته باشم. و خواستم بگم داداش من پیمانکار نیستم یا اینکه خبره این کارم نیستم، ولی کم پیمان من تو کارم اینه که بهترین خودم بذارم. از ما بالاتر و بزرگتر خیلی هستن و من در تردد هستم بین استان گلستان و مازندران. حالا گلستان همه جاش، مازندران هم مثل ساری و قائمشهر و یا همین دوروبرش. خلاصه خواستم بگم داداش اگه نیاز به یه جوشکار داشتین، ما در خدمت همه دوستان هستیم. خلاصه اسکلتی، خرپایی، در و پنجره، نرده و فلاشینگ و سقف کاذب، همه جوره سعی میکنیم واسه تا یه اجرایی داشته باشیم. و اینکه به قول یارو گفتنی شاعری داریم میگه من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی، ولی با منت و خاری پی شبنم نمیگردم. امیدوارم دست ما جلوی هیچ کس دراز نباشه، چه خودی چه نخودی چه بی خودی. و از خدا میخوام از همینجا تو این غروب عزیز، از خدا میخوام خیر و برکت و شادی بر همگان فراوان باد. کوچیک همه تونم، کاری بود ما در خدمت هستیم. بدرود.